به قول اون یارو فریه فری هیکل که داری. اینا دوتا تخت بذارید دیگه، نه سابسکرایب نه کامنت، این همه ولاگای خفن. حالا بیا ببین آبو بذارم ببینم. خب اومدیم توی سوغاتی موقاتی بخریم با کیرای کلفت و دوستان عزیزینم که تمام پوزیشن ها هستش. شما از زمان قدیم اینجوری بوده دیگه. اینجا ما بریم روی یکی از اینا بخوابیم بچه ها. اینجا بارش تا 3 بازه. اینجا جای نشستنش و مالا چیقاشه. یه سخت بگی این هم استخرشه. ما این تو اومدیم بهترین دریای سرخ یونان دیگه. قشنگ فیلم بردا چپ و راستو. مرسی ازت. دوستان اینا پوزیشن های ناکن میگه مثلا کیر من از همه گنده تره، گلدون میگیره. اینم رو تاپ یونان بیاین حتما. خیلی خطرناکه این با اون بغلیش. این با این جستش نوشته فال داون، اون که اصلا بغلاش بازه. این خیلی خطرناکه خیلی. یا خدا. آخرین بلال ما با این نمای قشنگ. دوست داری؟ خیلی. بلال. دوستان سابسکرایب بکنید. چی بذارن؟ لایک کنن. باش دیگه گوش کنید. رو به دریا بلاله، بلاله شیر بلاله. 3 یورو. خب اینم از موساکا. با جاتون خالی اومدیم شهر کورفو یه غذا بخوریم، بعد حالا همه ادامه رو من به شما میگم. اینجامون اینجاست. ما بچه اومدیم داخل تاون کورفو. بلال و نمیدونم از این چیزا دارن. رستوران هم که یه ویدیو کوتاه گرفتن تاریکه نمیشه، ولی خب خیلی باله. این یه ایسلند دیگه است، جزء ایسلندهای شمالیه. بگرد. آقا اینم بلال. اینم بلال رو دادم بهمون. تhank you. ما بلال چه جایی اومدیم. بلالو فقط میشه تو همین جا پیدا کرد، تو همین کورفو یونان. تاریخ یکی با ایران. جاتون خالی، خوشمزه با لیمو با نمک. خب دوستان اینجا هم از هتل ماست. این دستشوییشه، دستشویی حمام. اینم مستر مسعوده. خب یه تلویزیون اینجا داریم. اینم تخت خواب و اینا. اینم یه کولر اونور رو. تازه اومدم ماشین رو پارک کردم. خسته هلاکا، خیلی خستم. برم اینجا هم گارتن و ایناشه. حالا معلوم نیست شبه. ماشینم اونجا پارک کردیم. اومدیم اینجا صبحونه بخوریم. اینو ببین، اینو میذاری اینجا، اینو میذاری رو این، بعد اینو میکشی، بعد اینو میزنی زیرش، بعد اینو اینجوری. این الان کافی رو میده. طرز چیزالا اینجا. صبحونه رو شما نشون بدم. جوس موسا اینجاست. اینجا کالباس و اینا. اینجا هم ببین تخم مرغ و ماست یونانی معروفه. این زیتونا، گردو. اینم مکانشه. ببینیم چیا دارم. داشتیم غذا میخوردیم، یهو دیدم یک کره وا کردم، 4 تا ممه توشه. گفتم با یونانی ها ممه میدن یا کره؟
باز انتخاب با خودتونه. این ممه است و چرا این همه است. اونا رو از اینجا میدی اینجا قشنگ نها کن، از پایین میاد. این نها کن از داخل میره، اینو میذاری داخل قشنگ قیل میخوره میاد اینجا داغ بهتون میده. دوتا اینا هم شدن دوتا. بریم اینم از گارتن رو شما نشون بدیم. به 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 به، واقعا مازندرانه یا گیلان. دوستان اینم ماشین ماه، اون ماشین منه، رنت کردیم اوپل کورسا. این اوپل کورسا رنت کردیم. اینجا همه با ماشین میان کلا، چون یکم هتل دوره، اصلا کلا تو روستا موستاست تا اون سر دنیا کوه و مون. بعد این ایرانه دیگه، قشنگ باید از 100 جا رنت کار اجاره ماشین بپرسی آقا قیمتا چنده. یکی گفت 400، یکی گفت 500، واسه 5 روز مثلا 500 یورو 400 یورو. یه جایی رو پیدا کردم بعد دپوزیت هم میخواست، 100 یورو دپوزیت، 150 یورو. حالا یه جا رو پیدا کردم 240 تا بود گفتش تقریبا، بعد بدون دپوزیت دیگه. حالا گرفتیم و تا ببینیم چی میشه. 240 تا یعنی هولوش پردی روزی 40 تا. اورال کن داشت محسود. گیب میپا عوض کردیم، پولیور دیدید پوشیده بودیم، این جینابی رو پوشیدیم با این. حالا بریم بیرون، با ما همراه باشید. بیچ از اینجا شروع میشه، این سرسبزی شما ببینید، عشق کنید. جای همگی شما خالی کوههای اون و جنگلی باشه. اینم اولین بیچ. پای کفشا رو اینجا در بیاریم، اونجا هم پر استخر بریم اون برم بهتون نشون میدم. اینجا به به جای همگی خالی. این بیچه هم اینجاست و بریم آبتنی، یه رستوران خوبه. بیچه تا اون ور محصول اکتیویتی ها رو میشه انجام داد. بری رو هوا، بری رو زمین، همه اینا رو اینا انجام میدن. جای معروفیه اینجا، بریم ببینیم. اومدیم اینجا نشستیم تا ببینیم چی میشه. بریم تو آب. بگی زدم. خب بچه اینجا هم که اومدیم مثل سانتورینی اصلا نیست. اینجا هر تختش 2 نفر 30 یوروه. نمیذارم ما رایگان بشین. به قول اون یارو فری هیکله که داری. اینا 2 تا تخت 30 یورو. بیا جلوتر. اینا اینجا هم هست. اینجا هم بگی. بریم سواحل بعد. چشایی که خیسه از خاطرات باون، منم خسته با روانی و داغون. DJ حمید خارجی. از بهت بگم من کجا بودم، روی قصبن چشه بسته نام کجا تو حبس. خیره میشدم مثل پلا تو سقف، وقت دادگاه پشت همه قاتلا تو زهر. همین من بودم تو 4 سالا، میرفتم اون پله های دو سرا رو بالا. قاضی میگفت بنویس جرمت به خودت دمین حالا. ولی فردا قبل نماز میکشیم بالا. گفتم حاجی عله بگم شرمندم، گفت نه کمه بگو شدی سر کرده کر. سرم پایین میزدم یه لبخند نرم عقب بالا خراب. اینجا یه اسمش بارباتی بیچه، یه بیچ دیگه هست. انقدر این کورفو بیچ داره من نمیدونم کدوم ما باید بریم. اینم کوها. خب این اسمش گفتم بارباتی بیچه. کلا این چقدر بزرگه. کوها رو ببینید شما، جنگلی. تا اون و بیچه آب تا پایین تر بگی چجوریه. دوستان حتما نظر کامنت اینا بذارید دیگه، نه سابسکرایب نه کامنت. این همه ولاگای خفن
حالا بیا ببین آبو بذارم ببینم. آقا اینجا سنگه چقدر. آقا آب مثل مالدیو میمونه، مثل مالدیو. اون بره ببین، حالا این بره ببین رنگو ببین، رنگ آبو. خب اینم مای در داخل آب. ببین این پامونه. اینم دوستان اینجا هم این وراش ساحل ماهلا با کوه و با این ور. خب اینم از مسعود جون دیگه. بیاین دیگه، بیاین اشمهال داریم میکنیم. صفا سفید، آبش کریستالیه، ماهی ها هم بهتون میخورن. بعد تا اون کرد کلی تو این کوه کلی بیچه، یعنی بالای حداقل 10 تا بیچ معروفه و اشغال دیگه. حالا بهتون نشون میدم، همراه باشید با این ساحلای خوب. بچه جاده های شمال ها. خب اینجا ببینید چجوریه. شمال باشی. آقا اومدیم این ور رو ببینید. این همین ماشین ماست. نگاه کنین جنگل. بریم این ور. این واتر پارک حالا کوچولوی اینجا داره. اینجا هم حالا مرد جنگله ها. اشغال این ور با این ور. اینا مسعود. بچه این سوبلاکیه که گفتیم قبلا دیگه، توضیحاتو دادم دیگه، جوجه و ایناست. اینو نگاه کنید. خوب اینم که بچه چیزه پیتا توی نون مخصوص خوده، مثل ایران قشنگ جوجه موجه رو میذارن داخلش. یعنی کلا ایرانه دیگه. اینم که نوشابه همونه، جای همگیتون خالی. ما اینو بریم بخوریم. خب اومدیم توی سوغاتی موقاتی بخریم. با کیرای کلفت و دور بریده خط نشده ما آشنا شدیم که حالا ببینیم چه جوریه. اینا همجا هم که اسبه و کیر خوشگلا کوچیکه و سایز بندی داره دیگه. کلا تخما رو فقط نزدن، نمیدونم چرا. دوستان این دیگه خیلی بزرگه سایزش. حالا برم سمت آفریقا، حالا یه دونه بخرم. دوستان رسیدیم به کیرای خیلی کوچیک و ریز دیگه. در واقع این ریزاشونه، در واقع خواجه میگن. این همینجاست دیگه. نماده دیگه، نماده. لباس هم که اینجوریه، لباس اینجوری یونانی. خب دوستان رسیدیم به شخصیت های برتر. اینجا دیگه زده دیگه لئونیداس، همین که با خشایارشا اکسرسس جنگید. اینجا کوزه موزه هاست. حالا خیلی آروم بگیرم، اینجوریه دیگه. اسپارتیان که با ایرانیان جنگیدند. حالا من چرا صدامو اینجوری کردم خودم هم نمیدونم. اینجا رو ببین. وای اینو میگیرم الان. آتنو که بدونن آتن دیگه واسه ماست. خب اینجا هم کشتی مشتیه. اینجا هم که نماده دوباره. اینجا هم لیواناست دیگه. حالا اینجا هم که خدای برتر یونان ابوالهول. عین چیز میشه، عین ایران خودمون، مازندران. من یه خرید کنم.
دوستان اینا هم که کیرا رو در نوشیدنی مشاهده میکنه در اجسام و نمیدونم این چه طعمیه. این 10 یوروه، طعم نمیدونم یونانی زده دیگه. اینم که چیزه، زنه، علاقه زیاد دارم. خب دوستان اینجا هم که اینجا هست، اینا قهوه‌ای سفید دستش گرفته کامل. چرخی بدیم هم اینجاست، هم نقشه کرفوه و اینا خیلی باله کامل. اینا هم که چیزا بود دیگه، پوزیشن ها رو داره نشون میده. باریکلا به یونانیا. دوستان دیگه گنده‌شون هم پیدا کردیم ها. این کوچولوهاشونه، اینم گنده‌شون. خب اینجا هم چیزای باحالی داره. حالا من میخواستم اینجا رو هم به شما نشون بدم. اینجا هم که مگنت و ایناست. اینا از این من خوشم اومد. به نظرتون بگیرم نگیرم؟ این سر انگار الکساندر د گریتو زدیم. خب دوستان اینجا هم که میبینید چیزای باحال گذاشتن. اسب سرخ، نمیدونم چیز سرخ. ما به خدا گیر کردیم اینجا چی بگیریم. حالا این برم کوه و مو مجسمه ها. اینجا مجسمه ها و اینا. رو خدا اینو ببین. اینا یعنی همه رو میندازم بیرون ها. زئوس بزرگه اومده باشه با ایرانیان بجنگن، پرواز بکنن، پرواز اسپارتیان. حالا ببینیم اینجا رو نشون. اویه خطرناک شد. دوستان اینا هم صابونایی که ما میخوایم بخریم با طعم‌های مختلف. حالا ما یه حلزون برداشتیم، یه طعم دیگه. اینم شیره خره برای بدنه. چیزای سوغاتیش هم اینجاست دیگه، برای کرفوه. سوغاتی موغاتی ها اینا هم که اینجاست. اینم باحاله. اینم پوزیشناست. گنده تخما رو ما پیدا کردیم. خب اینا رو تیشرت ها هم دیگه ولکن نیستن. این میکنه همش تو فکر کردن بودن. حالا اینجا هم بریم ببینیم. اینجا هم آشیله. خب بچه ها اومدیم کرفو دم بیچه جنگل. به همگی شما خواهیم برم مغازه و اینا هست با جنگل و واتر پارک. دیگه چی میخواین؟ بده من فیلم بردار بگیرم اینجا رو. رستوران و جنگل. دوستان اینجا رو ببین چقدر جنگل باحالیه. این جنگل باحال گیلان. خب این جنگل زیبا هم که داریم میریم بغلش ما اون تا اون بالا ساختمونه. برام بگی اون بر جنگل های 2000 گیلان بود. مازندران میرفتیم اشغال. این هم اینجاست. برادر خب دوستان اینجا هم که لیک و دریا و اینا. اون ور اصلا آدم ابهت خدا رو تو یونان میبینه، تو همه جای دنیا البته. ولی خب من عشق کردم با این منظره. هی دارم ویدیو پر میکنم چون واقعا اون جنگل ها رو دوست دارم. جنگل اونجا، دریا اینجا. این هم که یونان اینجا، صلیب سرخ. اینجا هم دارن ماهیگیری میکنن. این هم قایقا. سانست داره میشه. اصلا آدم سیر نمیشه. خیلی دیسکریپشن و توضیح هست برای اکسپلین دادن به قول خارجیه، ولی من حوصله اکسپلین ندارم. ولی واقعا جنگل خداوندی با نور خداوندی و با دریای خداوندی، من همه جزیره ها رو دارم مثل خشایارشا میرم فرد میکنم. جنگل
همگی خالی. تازه مغازه هم داره، یعنی کلی مغازه اینجا هست. مغازه اینو باید بیام. شیبو ببین شما چه شیبی داره. باید اینو اومد. اینو خب بیا. خب بچه داریم بیا جلو فیلم برداریم. این ماشینمونه اجاره کردیم. اوپل کورسای. خب بیا بریم اون ور. اونجا نیست. بیا باید بریم از این ور بریم دوست دارم. بیا فیلم بردار. بیا جنگل رو بگی. هتلمون اینجاست. بعد برگرد هتل رو بگی کامل. پایین تر بگی. پایین تر ماشینا. بعد بیا دنبال ما. درخت رو بگی. یه جای بسیار عالی. بچه اینجا زمین تنیس و بسکتبالشه. تنیس که نیست، ولی من میگم تنیس. زمین چیزه، والیباله. تنیس دیگه، والیبال و اینا هم فراموش کردیم. والیبال و بسکتبال. اینجا ما بریم روی یکی از اینا بخوابیم بچه‌ها. اینجا بارش تا 3 بازه. اینجا جای نشستنش و حالا چیغ مالا چیغاشه. یه سقف بگی. این هم سقفشه. حالا بیا جلو. جنگل منگل هم که میبینید دیگه. سارو بوشید کجاست؟ آها هست داری. خب میرم ببینیم چه خوابه. این جنگله خوشم گرفتی. بیایم بهتون تراس رو قبلا نشوندم. اینجا هوا بارونی خوشگله. بیام ببین اینجا رو. نما رو ببین شما. رعد و برق امروز زده کلا بارون. اینجا هم جای نشستنمونه. ولی اینجا به گارتنش و صبحونش معروفه. واسه 5-6 شب شد نزدیک تقریبا 1400-500 یورو با صبحونه و اینا. خب اوکی. اونجا من یه قهوه است. اینجا رو بگی درخت و عین درختای رامسر بزرگ هست. جای همگیتون خالی. ما رو که پر جنگله. ما بریم یکم استراحت کنیم فعلا. ماشاءالله. یه عضله‌ای بگیریم با این ور. یال شیر. وقتی تو هتل نشستی برنامه کودک میبینی، اونم به زبان یونانی. بریم میریم رستوران ببینیم این چجوریه. ما از جنگل‌های مازندران به قولی اومدیم. من بریم این رستورانه. ویو پوینت داره به اینجا. بریم ببینیم چیه. از من یه دقیقه استخ دریا اونور بیفت. خب بچه اومدیم یه رستوران یه سفارشی بدیم. اصلا نوشیدنیاش خیلی پیچیده است. حالا اینقدر جاده ها چپ و راست میشه آدم اصلا میمونه چی بگه. نظراتتون رو کامنت کنید. سابسکرایب یادتون نره. ویو پوینت اومدیم بهترین دریای سرخ یونان. دیگه قشنگ فیلم بردار چپ و راست رو. مرسی ازت. این برم بگی بچه ها ببینم. حالا غذا بیاد اونم براتون میگم. تا بعد. ما الان این موساکای بچه ها.
سفارش دادیم. بعد برای منم اینجوریه، ولی خب خیلی کم گذاشته، خیلی کم. اینم نمای اینجاست دیگه، یکم بیای بالاتر این بر کلا نماست با اون پشت. جاتون خالی، ما بریم بخوریم.